فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. و بیننده در رابطه با دعای جمعی یا دست جمعی بعد از نماز پرسن که آیا بدعت هست یا نه؟ در واقع ما یعنی همونگونه قبلا عرض کردم باید سوال بکنیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از نماز چه کاری رو انجام میداد. ما اهل سنت هستیم و پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. سنت رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از نماز این بوده که رویشون برمیگردوندن به طرف مردم و این اذکار و تسبیحاتی که به عنوان تسبیحات فاطمی مطرح هست اینها رو توصیه کرده که بخونید. اذکار و اوراد دیگری رو توصیه کرده که باید بخونیم. در هیچ روایتی و در هیچ یکی از کتاب‌های صحیح ما این گونه نیامده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم روزی بعد از نماز سلام داده باشند به طرف مردم و دستها رو بلند کرده باشند و تمام مقتدی ها هم دستها رو بلند کرده باشند. اصلا ابدا ما چنین روایتی نه صحیحی داریم نه ضعیفی و نه موضوعی. حتی روایت ساختگی با این عنوان که رسول خدا صلی الله علیه و سلم بعد از نماز دستها رو بلند می‌کردند و دعا می‌کردند چنین روایتی رو ما نداریم. پس بنابراین این عمل از روش رسول خدا صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. من تو این نکته رو اضافه بکنم که یکی از جاهایی که دعا قبول میشه بعد از نماز هست. شما میتونید که خودتون تنهایی بعد از نماز دستها رو بلند بکنید و هر چی دلتون میخواد هم بیان بکنید. در کتاب‌های احناف یک توصیه دیگری را کردند که شاید این بیننده من حنفی باشند و این نکته رو در ذهنش باشه که در این کتاب‌ها اومده. در کتاب‌های فقهای احناف اومده که اگر مقتدی‌ها دعا بلد نیستند یا نمیتونن دعا بکنن، امام مسجد میتواند به خاطر آموزش دعا چند روزی رو دعا بکنه. فقط به خاطر آموزش. خیلی دقیق است این عبارت. برای آموزش مقتدی میتواند چند روزی دعا بکنه و اونم به این صورت که دعاها رو بخونه. اما دست بلند کردن دعا که من دعا میکنم شما آمین میگی، عرض کردم که این به این صورت در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت نیست. اما برای آموزش دعا اشکال نداره، امام میتونه تا چند روزی در واقع دعا بکنه. و در تمام کتاب‌های فقهی احناف که قول راجح رو بیان میکنن این قول اضافه کردند که التزام این عمل بدعت هست. کسی که همیشه انجام بده اگر انجام نداد فکر کنه که نمازش ناقص هست، نماز در واقع چیزی در نماز خلل واقع شده. اگر در این حد باشه خود فقهای احناف اینو گفتند که به اصطلاح بدعت هست و این قول رو هم علمای قدیم گفتند و هم علمای معاصر احناف این گفتند. جناب مولانا محمد عمر سربازی رحمت الله علیه در کتابی که دارند و که مدیر مدرسه کوهمن یکی از بزرگترین علمای بلوچستان بودند، یک مجموعه فتاوا دارند، در اون کتاب کاملا توضیح دادن این مطلب رو در اونجا بیان کردن. اگر کتاب در اختیار شما هست میتونید مراجعه بکنید که ایشان فرمودند که التزام این عمل بدعت هست، یعنی گاهی اوقات اینو باید طرح بکنند تا اینکه مردم بفهمند که این عمل لازمی نیست. اگر کسی خودش انفراداً تنهایی بعد از نماز دعا کرد هیچ گونه اشکالی نداره و از نظر شرعی جایز هست. اما به صورت دست جمعی دعا کردن ثابت نیست از رسول الله صلی الله علیه و سلم و التزام این عمل یعنی پایبند بودن به این عمل از دیدگاه تمام فقهای احناف اگر در حد التزام برسه بدعت هست و ناروا.